تمرین خفن جلو بازو و پشت بازو با کریس مامستد و هنی رامبوت. اول با پشت بازو تنابی از پشت شروع میکنه، 4 ست 10 الی 12 تایی. بعدش پشت بازو هالتر خوابیده میزنه، ولی با اون تکنیک درست که قبلا برات صحبت کردم راجبش. تو وستای قبلی میتونی ببینی 4 ست 12 الی 15 تایی این حرکت رو اجرا میکنه. بعد میره سراغ پشت بازو پرسی. این حرکت رو با اسمیت میزنه که کنترل و تمرکز بیشتری داشته باشه رو حرکت. به 4 ست تا ناتوانی میزنه. 3 ست هم سیمکش ضربدری میزنه که قشنگ پشت بازوشو بتره کنه. برای جلو بازو با سیمکش ایستاده جفت دست شروع میکنه. نکتهش هم اینه که دستشو تا جایی که میتونه میبره عقب و تا جایی که میتونه میاره بالا که بیشترین فشار رو بیاره به بازو. 3-4 ست 12 تایی. حرکت بعدیش جلو بازو دستگاه لاریه که 4-5 ست 12 تایی میزنه. بعد میره سراغ حرکت مورد علاقه خود من که جلو بازو اسپایدره. تو پستای قبلیم خیلی تخصصی برات راجبش صحبت کردم. 4-5 ست این حرکت رو میزنه و بعدش روز بازو رو تموم میکنه. این پست رو سیف کن، تو باشگاه خیلی به کارت میاد و بفرست واسه اون رفیقت که دنبال یه برنامه تمرینی خفن واسه جلو بازو